درود بر همه شما دوستان و همراهان گرامی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. امروز با یک برنامه بسیار ویژه در خدمت شما هستیم و در مورد موضوع بسیار مهم و جذابی میخواییم در موردش صحبت بکنیم، اونم رد پای مسیح در ادبیات، تاریخ و فرهنگ ایران حتی پیش از میلاد مسیح میخواییم صحبت بکنیم. به همراه مهمان بسیار عزیز و محترم دکتر صادق نیکپور، دکترای فلسفه و همینطور زبانشناس، که در مورد این مبحث با ایشون گفتگویی داشته باشیم. دکتر صادق عزیز، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون که منو به این سفره دعوت کردید و به همه کسانی که دارن ما رو میبینن از اینها هم متشکرم. این پروگرامی که به من دادی خیلی قشنگه. این برنامه من چند تا تیتر به شما میگم، هر کدومش شما پسندیدی یا عزیزان ما پسندیدن براش بیشتر باز میکنیم. ما فکر کنم چند تا برنامه ضبط خواهیم کرد، اما بخوایم به ترتیب جلو بیاییم، شاید شما از قبل از تولد عیسی مسیح ورود بکنیم، این نقش‌ها و باورهای یهودی در جامعه ایرانی رو مورد بررسی قرار بدیم. ممنونم برادر از اشاره‌ای که به کتاب مقدسم کردید. انجیل متی 2:1 چند کلمه آخرش داره: چند موقع از مشرق زمین به اورشلیم آمدند. این داستان فقط یک آیه نیست، یک حرفه، یک خاطره و یک بزرگی داره که من افتخار میکنم که بگم در موردش هم حرف بزنم و بگم از فرزندان همون موقع حکیمان هستم و شما هم همچنین و همه ایرانیان ما هستن هم همین افتخار رو میتونن داشته باشن. خب مسیح که سالی که به دنیا آمد بابش بگیم سال 0 میلادی. در زمانی که به دنیا آمد در ایران پادشاهی اشکانیان داریم. ما چقدر باید بریم عقب‌تر؟ میتونیم برای رد پای مسیح و خیلی هم عقب‌تر بریم. میتونیم بریم در دوران هخامنشیان هم بررسی کنیم، حتی قبل از هخامنشیان هم رد پاشون در ایران هست، ولی اون قسمت ها رو نمیخوام بگم. من فقط میخوام الان در دوران اشکانیان رو صحبت کنم. اشکانیان سال 247 پیش از میلاد حکومت رو در ایران شروع شد و تا 227 بعد از میلاد هم ادامه داشت. نزدیک 500 سال اینها حکومت کردند و زمانی که مسیح به دنیا آمد نیمه دوران اشکانیانه. نیمه قبل اشکانیانو من ترجیح میدم بهش بگم دوران منتظران مسیح و نیمه بعدیشو بهش بگم پیشگامان مسیح، به خاطر تاریخی که در اونجا به جا مونده. با همه این که خیلی چیزها از بین رفت و خیلی از کتابای تاریخ اون دوران کمه، ولی همونهایی که برای ما باقی مونده و کسان و محققایی که در این زمینه کار کردن خیلی چیزها به ما گفتن. کدومشو دوست داری الان بهتون بگیم برادر؟ از قبل پیشگامانش بگیم یا؟ ببینید این بحث انقدر جذابه و انقدر سویه های مختلف داره. من فکر کنم چون وقت برنامه هایی هم که ضبط میکنیم خیلی زیاد نیست، یعنی ما میخوایم اینا رو ضبط بکنیم، اتفاقا ببینیم چقدر علاقه‌مند داره این مباحث، بعد اتفاقا ورود بکنیم به لایه‌های خیلی زیرین. ولی خیلی تیتروار اگه بتونیم به یه سری مسائل اشاره بکنیم خیلی عالی میشه، چون ما شاید ساعت‌ها با هم صحبت کردیم در رابطه با این موضوع. برامون هم جذاب بوده و شاید از حوصله خارج باشه. شما هم خیلی دانش در این زمینه دارید و اطلاعات، ولی خودتون گزینشی ببینید کدوم‌ها مفید خواهد بود در موردش صحبت بکنیم. من اشکانیان میام سیر تاریخیش از اول میخوام بگم. اونهایی که اصلا چرا منتظران مسیح در ایران شکل گرفتن. یکی از دلایل بزرگش، نمیگم همه دلایلش، بزرگترینش حضور بسیار شدید یهودیان در ایرانه. پیوندهای بسیار تنگاتنگی که این یهودیانی که در ایران بودن با پادشاهی اشکانی داشتن، هم با مردم رابطه تنگاتنگ داشتن، هم با پادشاهی داشتن. پادشاهان اشکانی هم با اینا رابطه داشتن. این یهودیان در ایران بانک تأسیس کردن، این یهودیان در ایران کار میکردن، تو رسته های نظامی بودن و کارهای مختلفی رو انجام دادن.
یهودیانی که در اورشلیم هم رفته بودن، اورشلیم در این دوران که پادشاهی اشکانی تشکیل شد زیر سلطه سلوکیان بودن. سلوکیان که مال یونان بودن. هم ایرانیا هم یهودیا با یونانیا مشکل داشتن. چندین قیام اونو انجام دادن، اینا هم قیام دادن. قیامی که ایرانیا انجام دادن همون تبدیل شد به پادشاهی اشکانی. اما قیامی که اونا انجام دادن مثل قیام مکابیان. حالا چرا این قیام ها رخ داد و چه جور ارتباطایی داشتن و چطوری اینا دوتا به همدیگه انرژی میدادن و با همدیگه روابط داشتن، من فقط یه جمله خیلی قشنگ به شما بگم. حسیدیه میگن یا هشمونی ها در یهودی ها، اینها کسانی بودند که پیوند اینها با پادشاهان اشکانی و شاهزادگان اشکانی مثل پیوندهای خود اشکانیان با هم دیگه بود. بسیاری از اینها با نقاطی از ایران اونقدر ارتباط داشتن که نامهای ایرانی و مناطق ایرانی رو به عنوان لقبهای خودشون گذاشتن. کاهنان یهودی ما داریم که مثل هیرکانوس، میتونن تو اینترنت سرچ بکنن، توی کتابا نگاه کنن، هیرکانوس اول، هیرکانوس دوم. ممکنه یه دفعه بگن هیرکانوس چیه؟ هیرکانی، جنگل های هیرکانی که همین الان هم داره آتش میگیره، مال گیلان. من ورک، بچهای گیلانی مثل من میدونن ورک، ما به گرگ میگیم ورک یا هیرکان. چرا وارد ادبیات اونجا شده و اسم کاهنان چرا گذاشته شده؟ تو تمام انسایکلوپدیاها، دانشنامه‌ها نگاه کنی، اصلا این نام از منطقه گیلان، حالا میگن گرگان یا بگیم گیلان کاری ندارم، از منطقه ایران جنوب کاسپیان برداشته شد و کاهنان اونجا خودشونو به این نام مینامیدن. همین زمانی که اینها هستن این ادبیات اونقدر قوت داره که در ایران پادشاهان اشکانی برای مسیحی که هنوز به دنیا نیامده سکه ضرب میکنن. هیچ کجایی این نکته این بسیار جالبه. این که به اسم مسیح قبل از آمدن مسیح لغتی که من گفتم مسیح گفتم، اسم درستی که رویش نوشته شده به خط یونانی ابو سکه نوشته شده کریستو. خب همین این اسم بوده که اون زمان که مسیح که ما داریم میگیم مسیح. آره ما میگیم مسیح و خط به خط یونانی نوشته شده کریستو. این سکه وجود داشته و سکه هنوز هست. اونقدر این سکه میخوام بگم تاثیرگذاره، یعنی بهتر از هر کتاب و هر چیزی دیگری داره با ما حرف میزنه. خیلی ها گفتن حتما یه نفر دیگه مسیح داشتیم ما در تاریخ. کسایی مثل ذبیح بهروز، یک محقق تاریخ، اعلان میکنه حتما ما 2 مسیح داشتیم. یه مسیح که در اورشلیم رفته روی صلیب، یه مسیح هم تو ایران بوده که ما نمیدونیم، این رو صلیب نرفته، احتمالاً عزیز بوده یا پادشاه بوده، یه جایگاه ویژه داشته که اینا جایگاه ویژه داشته که بقیه ها در موردش حرف زدن و نوشتن. و آدمی مثل دکتر ناصر انقطاع تو کتاب کیش مهر و حافظ صراحتاً همین مطلب رو ذکر میکنه و میگه تمام اون چیزی رو که حافظ داره مطرح میکنه و دیگرانی که از مسیح میگن همه اشاره به همین مسیح داره. ببینید نگرش ها، وجود سکه‌ای به اسم کریستو هیچ کس منکرش نیست. نوع تفسیرها فرق میکنه. من میگم این همون کریستوه، همون مسیحه. 2 مسیح ما نداریم چون هیچ نشانه دیگری هم پیدا نشد. اونها هم که میگن یک مسیح دیگه است، یک نظریه است. اونها هم نتونستن اثباتش بکنن. من میتونم اثبات بکنم. خب ما امروز در مورد اون صحبت کتاب مقدس یهودی ها منتظران مسیح بودن. حالا ریشه های باورها، همین موضوعی که ما میخوایم از نقطه نظر خودمون نگاه بکنیم و بگیم چرا این همون مسیحه. یعنی الان ما تو این برنامه به نظرم به این بپردازیم که چرا ما درصد قوی احتمال میدیم که بله همین مسیحی هستش که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، باور مسیحیان هست در اون برهه از زمان و تاریخ. و اون هم یکیش نقش و جایگاه و نفوذ و تاثیرگذاری یهودی ها در اون برهه از زمان بوده.
همونها بوده، هم خود یهودی ها با یونانیا که مشکل داشتن با پادشاهان اشکانی روابط زیادی داشتن. چیز جالب دیگری به شما بازم همینجا بخوام بگم، برای اینکه نمیخوام حالا تمام نبوت‌های کتاب مقدس اینجا پیش بکشم و بگم که اینها همه وارد تفکر اشکانی شده. اشکانیان یهودی نبودن، اشکانیان میترائیس بودن. اشکانیان نگرشی رو که داشتن نگرش میترایی داشتن، اما این نگرش میترایی وارد یونان هم شد، وارد روم هم شد و اونها درش دستکاری هایی هم کردن و خیلی نقش ها برش دادن. در خود ایران هم به مرور خب تفکر میترایی یکی از قدیمی ترین تفکرهای کره زمین بود. قبل از هخامنشیان وجود داشت، مال دوران آریایی‌ها بود. در دوران اشکانیان شاخه های زیادی ازش به وجود اومده بود و یکی از شاخه‌هایی که در اون زمان فعال بود شاخه‌ای بود ما بهش میگیم کیش مهر. این همه که مهر در ایران زیاد داریم، شهرهای مختلفی به اسم مهر داریم، مهرداد داریم، مهربان داریم، همه اینا داریم، همش از کیش مهر اشکانیانه. شما میبینید من اصلا یکی از پادشاهانی که الان میخوام ازش حرف بزنم خود مهرداده. مهرداد داد به همون داده به معنای دادورزی یا دادگاه، همین اینا از همون لغت. مهرم برمیگرده به همون مهر که ما بهش میگیم مهربانی، که تو عربی بهش میگن محبت. کیش مهر که داریم میگیم یعنی میشه آیین مهر. همه اینها تفکری و نگرشی رو در ایران به وجود آورده بود که بعدها بعضیا اسم جوانمردی رو درش گذاشتن. شاهنامه فردوسی تبارشناسی پهلوانان رو که ما بررسی بکنیم توی کارهای مختلف، بسیاری از پهلوانان ما پهلوانان دوران اشکانی هستند و این پهلوانان اشکانی همشون متعلق به یک کیش مهرن. بس نگرش پهلوانی یک نگرش کیش مهریه، هیچ ربطی به اعتقادای نه یهود داره، نه مسیحیت داره، نه اسلام داره، هیچ چیزی ربط نداره. این نگرش کیش مهریه که منشأ شده از میترائیس. خب اینها آمیزه شدیدی دارن با کتاب مقدس. نقش یهودی ها در آیین مهر و اینها به وجود اومدن همونهایی هستن که راه افتادن اومدن استقبال مسیح. چرا؟ برای اینکه آموزه ها با هم یکی شدن. همخوانی های بسیار زیادی بین آموزهای کیشی این اونقدر تأثیر گذاشت. ما یکی از بزرگترین تفسیرهای قرآن رو تفسیر المیزان داریم به اسم علامه طباطبایی که شعر کیش مهر اون معروفه که بعضیا بهش گفتن تو مرتد شدی که رفتی مهری شدی. خب من نکته دارم تأکید میکنم به ادبیات کیش مهر و ادبیات مهری که در تمام ایران باقی مونده و وارد دنیای عرفان و تصوف شده. ما توی جامعه شناسی ادیان و یا تاریخ ادیان که داریم حرف میزنیم و عرفان رو داریم بررسی میکنیم، اصلا ادبیات مهر و مسیح به فراوانی وجود داره و این همانی های زیادی داریم برادر. حالا هر کدامشو بچه‌ها بخوان دوست داشته باشن نگاه بکنن جای تحقیق هست. نمونهش من از شاهنامه فردوسی مثال زدم. هر پهلوانی که به اونجا ربط داره در واقع ادبیات کیش مهر رو داره فردوسی می‌نویسه. خب این ادبیات باقی مونده، فقط یه دونه سکه نیست، ضرب و مثل ها باقی مونده. همین ها موجب میشه که بعد از تولد عیسی مسیح هم ما بسیار نگرش ها داریم. قسمت های زیادی از همین مردم مسیحی شدن. آیا همشون درستن؟ نه. ما تحقیق های زیادی داریم، مثل برادرمون دهقانی تفتی کارهایی رو انجام داده بود، تحقیقات زیادی انجام داده بود و دیگران شرق‌شناسای دیگری که کار کرده بودن. بسیاری از مسیحیتی رو که این گروه وارد روش کار کردن به انحراف هم کشوندن. بزرگترین انحراف‌های مسیحیت رو ما ایرانی‌ها به وجود آوردیم. ما هم بیشترین فعالان مسیحی رو به وجود آوردیم، بیشترین استقبال مسیحی مال ما بود، بیشترین انحراف‌ها مال ما بود. همینا رو ما توش نقش داشتیم، وجود داشته. منظورتون از انحرافا چی هست؟ یا چیز میتونید به موردی اشاره کنید؟ مثلا باردیسان یکی از کشیشان مسیحیه
که تاریخ‌های کتاب مقدس رو روش نوشته. مثلا آرمان رشدی رو نگاه می‌کنید تو تاریخش نوشته، قشنگ به باردیسان اشاره میکنه. باردیسان به خواهران گیلان و کردستان اشاره میکنه که اینها کلیساهای بسیار زیادی رو به وجود آوردن و کلیساها باردیسان رو گفتن که تو تفکرت با آلوده شده با تفکر مهری و آموزه های مهری رو در مسیحیت اومدی جا دادی، از کلیسا بیرونش کردن. باردیسان امروز به عنوان کتاب‌هایی که نوشته باقی گذاشته یکی از کتاب‌های اولیه تاریخ مسیحیت برای ما گذاشته. باردیسان تو کتابش از میزان توضیحاتی که داده، باردیسان کجا متولد شده؟ تو منطقه‌ای که مال ایرانه. آشوری ها اونجا حکومت میکردن، همون جایی که الان امروز ما میتونیم بگیم ایوان مداین و طاق کسرا و اینجا هست. باردیسانیسم به وجود اومد. این تفکر خود در چه سالی به دنیا آمده؟ تو سال 154 میلادی. میگن که خب تو شهر اودسا به وجود به دنیا آمده. میشه تا قسمت ترکیه فعلی. خب این قسمت در زمان اشکانیان مال ایران بود. در دورانی هم روم تصرفش میکرد. در اون دوران اشکانیان که این آقا به دنیا اومد زیر پوشش اشکانیان بوده. خب آیا ما باردیسان باید بگیم مسیحی نیست؟ اما کلیساهای او دوران بعد از دورانی در اواخر باردیسان رو گذاشتن کنار. یا مثلا تاتیان رو ما داریم. تاتیان که انجیل دیاسترون رو نوشته، اولین کسی که هنوز تو اروپا انجیل نوشته نشده. اروپایی که در میگم اروپا اون وجود نداشته، اروپا امروز اسمش اروپا است. ما میدونیم که کتاب مقدس، کانون کتاب مقدس در زمانی کتاب رو جمع‌آوری کرد، اما در سال 150 میلادی تاتیان انجیل متی، مرقس، لوقا، 4 تا انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا رو جمع‌آوری کرد، با هم اینا رو همسانسازی کرد، دیاسترون رو نوشت. حالا همین دیاسترونه که نوشت این شد مبنای بسیاری از کتاب‌ها. تو قرن 5 کشیشان سعی کردن این رو از کلیساها بذارن کنار، بگن دیاسترون رو به عنوان مبنای کتاب مقدس قرار ندید. خب من این قسمتشو کار ندارم. اینو بعضیا گفتن به عنوان انحرافه. اینو که میگه چه نوع انحرافایی بود. من تازه 2 تا نمونهشو برای شما آوردم. نمونه‌ها بسیار زیاد داریم که چه کسایی چه نوع نظریه‌هایی رو وارد مسیحیت کردن. درسته. پس اینا همش نشون میده به ریشه دواندن باورهای کتاب مقدسی، یک بخشش که قبل از تولد مسیح در جامعه ایرانی و بعد از تولد مسیح به جد باز هم نویسندگانی داریم که اناجیل رو سعی میکنن بنویسن، وقایع رو روایت بکنن. بنابراین همه این صحبت‌ها برای این که نشون بدیم که چقدر ریشه عمیقی وجود داشته، پیوند عمیقی وجود داشته بین توی باورهایی که در کتاب مقدس وجود داشته و ایرانی ها در آن زمان. حالا نکته‌ای که وجود داره این که در زمان اشکانیان این آزادی داشتن باورها خود این یه عامل بسیار مهم بوده که هر ایالتی، هر بخشی، هر جور که غالب بوده اندیشه ها و باورهایی که برای اون ایالت جذاب بوده و مورد توجهشون بوده به اون اعتقاد داشته باشن. یعنی مثل دوران چیز نبودش که جفا وجود داشته باشه، آدما محدودیت داشته باشن، فقط یه دین یا یه باور رو انتخاب کنن و این خودش حسن بوده در آن زمان. و خب نفوذ اقتصادی و تجاری و فناوری حالا بگیم اگه یهودی‌ها انقدر زیاد بود که به هر حال رو جامعه تأثیر داشتن و جمعیتشون هم قابل توجه بوده در اون زمان در ایران. خب این طبیعیه دیگه. دکتر حبیب لری از جمعیت غیر قائل لغتی رو که به کار برده تو کتاب تاریخ یهودیان ایران، حدود 70-80 صفحه رو اختصاص داده به یهودیان دوران اشکانیان. یه قسمتش رو کلمه‌ای رو که داره برای من جالبه، نوشته غیر قابل شمارش. حجم یهودیانی که در دوران اشکانیان در ایران هستن اونقدره که غیر قابل شمارشه. و من چند تا کلمه رو به شما بگم که بدونی اونها چقدر اینجا رو ارزش داشتن. کتاب تلمود ایرانی ما داریم که در ایران نوشته شده.
ما به یهودیانی که در این دوران بودن بهش میگن یهودیان بابلی، با اینکه بابل از بین رفته ولی این منطقه رو خواستن به اسم بابلی مطرح بکنن. و مرکزی که در ایران وجود داره برای تعلیم رهبران معلمان یهودی بزرگتر و بیشتر از اورشلیمه. در اورشلیم، یعنی هم در اورشلیم هم هر کی می‌خواست خاخام بشه، ربایی بشه، باید میمد تو ایران تعلیم میگرفت و درس میخوند و برمیگشت میرفت اونجا. خب این نقش آفرینی خیلی بالاست، اونقدر بالاست که در دورانی خاخام‌ها و رهبران یهودی به مردم یهودی میگن حتما زبان فارسی و ایرانی پهلوی رو یاد بگیرید. نقش هایی که وجود داره. ما یک چیز کوچیکی رو بگم برای اینکه برنامه‌ام آخرش بتونم شیرین تموم بش بکنیم. شما عیسی مسیح یه پیامی داره: مرواریدهای خود را در پای خوکان نریزید. این واژه در یکی از فولکلورهای ادبیات ایران که متعلق به دوران اشکانیانه وجود وارد شده. درخت آسوریک، بوزی با درختی داره مصاحبه میکنه که در نهایت در بند آخر شعرش نوشته شده بوز به درخت میگه که من این مرواریدا رو نمیخوام در پای تو بریزم، لیاقت نداری. و این ناصر خسرو اینو میاره به شعر میکشه، لفظ دری میاره که در پای خوکان بریزم. اینها ورود و خیلی از آیه های کتاب مقدس، واژگان و مثل‌های عیسی مسیح در دوران اشکانیان تبدیل به ضرب و مثل‌هایی شدن که ماندگار شدن، که بعدها در جامعه ما هنوز داره استفاده میشه. و ما این ضرب و مثل‌ها رو امروز که میبینیم گرفته شده از کتاب مقدسه، به فراوانی در بین ما وجود داره، ریشش مال دوران اشکانیانه. بسیار عالی. ما قصد نداریم برنامه رو طولانی کنیم، ولی همین الان که من دارم فکر میکنم خیلی موضوع هست که صحبت کنیم. حتی ما در این فکر هستیم که این نوید هست که البته رد پای مسیح در شعر و ادب پارسی رو قراره تبدیل به کتاب بکنیم به زودی. خب به فیض خدا این نوید هست که اتفاق بیفته و اون خیلی غنی. ما تو این برنامه زیاد در مورد ادبیات صحبت نکردیم، حالا در برنامه بعد کمی هم در اون بخش ورود میکنیم. مثل حتی از الان بگم که جذاب باشه براتون که منتظر برنامه بعدی باشید و اونم مثلا یکی از موارد داستان خسرو و شیرینه. مثلا داستان خسرو اصلا یه داستان، یعنی پشت اون داستان انگار روابط بین دو تا کلیسا داره در اون زمان مطرح میشه، اون داستان عاشقانه‌ای که داره اونجا مطرح میشه و این تنیده شدن این مناسبات، ازدواج‌ها، نمیدونم چیزهای خانوادگی هم در طول تاریخ خیلی قابل توجه. من فقط یه چیزی بگم، یه شائبه‌ای وجود داره و با این تمام کنم که خیلی از کسانی که الان در ایران هستند شاید باورهاشون و ریشه باورشون یهودی و مسیحی، مثلا نسلشون یهودی و مسیحی بوده و اینها مسلمان الان خودشونو معرفی میکنن، ولی وقتی برگردی به پیشینه میبینی اصلا اینا جدشون جدن در جدشون اینا یا یهودی بودن یا مسیحی بودن، ولی به خاطر اون فشار جفا این چیز شده، یعنی پنهان کردن برای اینکه آشکار کردنش مساوی بوده با قتل عام خانواده و خیلی چیزهای دیگه. بنابراین این همچین بیراه هم نیست بحثایی که امروز در جامعه ایران جسته گریخته انجام میشه و در حال بحث بسیار جذابیه و در این برنامه نمیگنجه. ما فقط داریم مزه میکنیم، یک بخش‌هایی از این تاریخ رو مرور میکنیم. به هر حال اگر صحبت پایانی چیزی در ذهنتون هست دکتر نیکپور عزیز بفرمایید که بعد با بیننده خداحافظی کنیم و به امید خدا در برنامه‌های آتی در مورد مباحث دیگه صحبت خواهیم کرد. ترجیح میدم منتظر باشم ببینیم کدام قسمت رو بیشتر دوست دارن و کدام رو از ما بیشتر میخوان در موردش بیشتر با هم صحبت بکنیم. خدا رو شکر میگم که خودش تو سرزمین ما قدم زد و اونقدر رد پا در هر گوشه‌ای که گذاشت. هر قدرم خیلی از این رد پاها در طول تاریخ پاک شد، اما اونهایی که به ما باقی موندن اونقدر زیاده که ما اینها رو وقتی که هم وصلش کنیم به دور از هژمونی و پنجره هایی که تا حالا به ما داده شده
وقتی بهش نگاه بکنیم برای ما حرفای زیادی برای گفتن داره. ممنونیم از شما که برنامه رو آماده کردید تا در موردش با هم صحبت کنیم. خواهش میکنم. ممنون از شما و همینطور از شما بیننده‌های عزیز که با ما بودید. تا برنامه بعد همه شما رو به خداوند زنده میسپاریم. بدرود.